رشد و عمومیت ورزش باعث جلب هرچی بیشتری ساکنان به ورزش و پیشبرد طرز حیاتی سالم می‌گردد. با شرافت استقلال دولتی و دستگیری‌های دائمی رهبریت عالی مملکت، پیشوا ملت محترم امامعلی رحمان در کشور رشد ساحه ورزش تامین گردیده ورزشکاران مملکت در مسابقه و چمپیونات‌های سطح جهانی با مهارت بلند کسبی خود پرچم وطنی محبوب خویش را پرافشانی می‌کنند. در این روند جودوچیان مملکت نتیجه‌های خوب نشان داده با گرفتن جای‌های افتخاری در یک قطار مسابقه‌های سطح بین‌المللی آبروی نفوذ کشور محبوبمان را بارها بالا برداشتند. از 12 تا 18 ایون در شهر بوداپشت جمهوری ونگریا چمپیونات جهان عاید به جودو برگزار می شود. با مقصد آماده نمودن ورزشکاران کشور به چمپیونات مذکور با تشبث فدراسیون جودو مملکت و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در مرکز تعلیمی شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان از 22 تا 8 ایون مشق‌های دسته‌جمعانه جودوچیان کشور برگزار می شوند. با مقصد آگاهی پیدا کردن از رفت این تمرین‌های دسته‌جمعانه، رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با جودوچیان مربیان ملاقات نموده از وضع مشق و تمرین آنها باخبر شد. ضمن واخوری با هیئت تیم منتخب جودوکاران کشور، رئیس ولایت از توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت دستگیری ورزش و ورزشکاران یادآور شده تاکید نمود که نمود جودو سال از سال در کشور ما رشد و نمو یافته ایستاده است. چنانچه ورزشکاران کشوری ما در 5 ماه سپری شده سال جاری از مسابقه‌های با نفوذ از جمله گرند اسلم با گرفتن 18 مدال مشرف شدند که دستاورد نظر رسمی باشد. جودوکاران کشور سال سپری شده از این مسابقه‌ها 22 مدال به دست آورده بودند. در مدت 3 سال تیم منتخب تاجیکستان در رده‌بندی جهانی در جای نمایان می‌ایستد. در گرند اسلم اخیری که در شهر دوشنبه گذشت ما دیدیم که تیم منتخب جودوی تاجیکستان 11 مدال به دست آورد که 4 طلا، 3 نقره و 4 برنجی گرفتند که این در تاریخ جودوی تاجیکستان یکمین نتیجه بهترین میباشد از گرند اسلم. امروز باشد ما در یک مشق‌های دسته‌جمعی حضور داریم که این تیاری برای چمپیونات جهان است که در این مشق‌های دسته‌جمعی زیاده از 50 ورزشگر ما اشتراک دارند که تیم منتخب تاجیکستان 9 ورزشگر بهترین را به چمپیونات جهان سفربر می‌کند. مورد با ذکر است که تیم منتخب جودوکاران کشور در هیئت 50 نفر تا 8 ایون از مربیان پرتجربه مشق و تمرین آموخته ملکه کسبی خود را بالا می‌بردارند. تاجیکستان را در چمپیونات جهان عاید به جودو 9 نفر ورزشگر پرتجربه معرفی می‌نمایند که اکثر آنها جایزه‌داران چمپیونات و مسابقه‌های بین‌المللی از جمله بازی‌های المپی میباشند. تیاری ما بسیار خوب اساس است در این تمرین‌های دسته‌جمعی. ما کوشش میکنیم که در چمپیونات جهان که در شهر بوداپشت میگذره با سر بلند برگردیم. در اینجا ما علاقه یک هفته هستیم و نصیب با 15 روز دیگه میشنیم تا چمپیونات جهان. اینجا بسیار شرایط خوبند برای تمرین ها. کوشش میکنیم که همین در چمپیونات جهان خوشحال شیم. مورد با ذکر است که از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت برای در سطح بلند جریان گرفتن مشق‌های دسته‌جمعانه جودوچیان کشور 155,000 سومانی جودو گردیده است.